سلام، به یه ویدیو دیگه با من خوش اومدید. من قراره که توی این ویدیو دو تا سه تا از آهنگای آلبوم جدید ویکند رو گوش بدم، یه ذره لیریکش رو تحلیل بکنیم و اینکه به عنوان یک زبان آموز اگر عبارت یا کلمه جدیدی هستش که جالبه با هم کار بکنیم. آهنگایی که من انتخاب کردم یه دونه میدونم که حالا یکیشون فیت با لانا هست، دقیق نمیدونم دیگه کسی دیگه هم هست، و یکی هم با تراویسه که اونا رو قراره گوش بدیم. اولی آهنگ اول ابیس هست که به معنی اعماقه. خب همونطور که از اول آهنگ مشخصه، حالا به معنای اعماق یا حالا یه سقوط خیلی مرتفع هست احتمالاً که داره. حالا وسط این سقوطی که داره این فکر را میاد توی سرش. میتونه اشاره‌ای باشه به حالا سقوطی که یک سلبریتی میتونه داشته باشه توی زندگی. خب اینجا بخشی از آهنگ که دیگه داره به اجرای ویکند میگه بیخیال همه چیز دیگه، وقتی که داره میسوزه بذارین اتفاق بیفته، همه چیز تموم شده، فایده توی موندن نیست. What's the point of staying؟ میگه چه فایده داره حالا بمونم. حاله های از لانا هست توی این آهنگ، بودم مثل آهنگ سنو آن د بیچ تیلور سویفت نباشه که نسخه اولش خیلی صدای لانا کم بود. ولی خب امیدوارم توی یه دنیای دیگه حداقل با هم باشیم. I'll see you on the other side، یعنی توی دنیای پس از مرگ میبینمت. واقعا حس میکنم که همچین فیتی نیاز بود. بریم سراغ آهنگ بعدی که با تراویس هست. یه جوره به این آهنگ 9 از 10 میدم و اگه یه نمره کم کنم فقط به خاطر اینه که لانا زیاد شنیده نمیشد. Reflections laughing یعنی حالا انعکاس ها در حال خندیدنن و اول آهنگم که صدای خنده میاد. If you let me drown like a sound blood on the ground like she's looking back at me smiling they're smiling. دوباره حس کنم نهایی در مورد پایان کریر و شغلشه و من بقیه آهنگا رو دقیق گوش ندادم، ولی یه جوره میشه گفت Tortured Poets Department ویکنده، یعنی یه آهنگی که یعنی این آلبومیه که درباره زندگی کاریش میتونه باشه، چون خیلی اشاره به این داره که خب این ترسی که خیلی از آیدلا دارن، اینکه خب کریرشون کی و چطور قراره تموم بشه و تا چقدر میتونن تاپ خودشون رو نگه دارن. I'm trapped inside a gilded cage, a golden blade I'm sharpening. gilded cage میشه مثل قفس طلایی، یعنی چیزی که حالا در ظاهرش زیباست ولی خب تو رو زندانی کرده. اصطلاح فارسیش نمیدونم چی میشه، دقیق نمیدونم اصطلاح فارسیش رو، یادم نمیاد که ما چی بهش میگیم، ولی خب دوباره حالا توی لاین بعدی هم میگه golden bladeی که میگه که حالا یه شمشیر یا تیغه‌ای که طلاییه ولی خب دارم تیزش میکنم که باعث مرگ من بشه و خودم دارم بلا رو سر خودم میارم. یه همچین حالتی مثل شهرت که شمشیر دولب است. من نمیدونستم فلورنس چمپیون آهنگ هست، چون فلورنس یکی از خواننده‌های مورد علاقه منه، واقعا با صداش اصلا قدرت صدای خفن، آهنگای بی‌نظیر و فوق‌العاده بااستعداده و من نمیدونستم که باش توی این آهنگ همکاری کرده. When they take my crown, if they take my crown
صدای فلورنس یا لانا رو توی بک‌گراند بیشتر میشنویم، بخاطر اینکه حالا این دوتا آهنگ که گوش دادم یه ذره وایب آرتیستی بیشتر داره، بیشتر به این توجه شده که خیلی قشنگ صداها بلند شه، میکس شه و آهنگ حالا کیفیت این آلبوم بره بالا تا اینکه یه آلبوم صرفا تجاری باشه که فقط بخواد بفروشه. مثلا میتونست حالا درین خیلی مانو بره کاره، یه همکاریای خفنی تو این آلبوم هست و خب میبینید که یه بار به خفنی زده با آهنگ. اونجا یه سلبریتیه که صدای نوشیدن میاد، داره الکل زیادی مصرف میکنه کنسرت. اون حس حالا بعدش پارتنرش نزده که ببینه حالش چطوره. یه رای وایب فیلم آیدلو داره، مثل اینکه یه زمانی حالا داشته با اعتیاد یا همچین چیزایی دست و پنجه نرم می‌کرده، الان دیگه اون نیست و خب دختره ترسیده که نکنه دوباره ممکن اون اتفاق بیفته و مثل اینکه داره میفته، این سقوط دوباره داره تکرار میشه. طبق چیزی که دیدم اینه که 45 اشاره به کلت 45 داره. آف از چیزی به معنی برداشته شدنه. آف سیف میگه مثل اینکه کلت 45 همو از توی سیف برداشتم. At the top is my place, you and I different wave که جای من توی در اون بالا هاست ولی خب من و تو دوتا در متفاوتیم. You and I different wave, always know when you play. I could never tell you wait, make me tired at the late, lavish life type of state, losing time when بچه لویشم به یه زندگی خیلی لاکشری و بریز و بپاشی میگن. Face, living fire, living fake. Know you tried, but it's late. Platinum around my wrist, blur, chirp like I'm stunner. My wrists. بچه هم هر فلزی که توی معمولا تو آهنگای رپش میشنوید که حالا round the wrist میگن یا هر چیزی معمولا آیس، اینا همه اشاره به ساعت‌های گرون قیمت داره یا جواهرات گرون قیمت یا دستبندهای گرون قیمت، معمولا اینه معنیش. این دو تا آهنگی که شنیده بودم با اون آهنگی که اوایل از ویکند اومدن فکر کنم یه دونه تایملس بود و یه دونه ساو پائولو، خیلی وایب متفاوتی دارن. من نمیدونم بالاخره وایب آلبوم اینه یا اونه یا شاید هم یه میکسی از هر دوش باشه. به نظر من میتر کنه، البته فکر نمی‌کنم که طبق معمول سابمیت کنه آلبومش رو مثل قبلا مثل همیشه، ولی خب میدونید که همیشه پروداکشن های آلبوم های ویکند نیتری بوندن و ببینیم امسال چقدر رکورد میزنه. فعلا که الان میدونم رکورد مانثلی لیسنرز دست برونو مارس با 150 میلیون، اصلا رکورد تاریخ رو زده، نه اینکه مثلا فقط بگیم پرشنونده ترین یه آرتیست ماه، بلکه تو کل تاریخ اسپاتیفای کسی نبوده که این میزان از شنونده رو داشته باشه و به این عدد برسه. خب این بود از ریاکشن من به این آلبوم ویکند. حتما بگید که دوست دارید آهنگ بعدی چی باشه.